این محاربه بدون قاعده ماه روان در شهر مسکو برگزار شد. بیش از 50 ورزشکار از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان، آذربایجان و داغستان و قرقیزستان در میدان با هم روبرو آمدند. در سبقت مذکور ازبکستان را اعضای کلوب MMA بارلس تیم که مهاجران کاری می باشند نمایندگی کردند. سرور شیربوتایف رهبر کلوب گفت در این اواخر در شهرهای روسیه کلوب‌های MMA از حساب مهاجران بیشتر می شود. فکر میکنم این گونه تورنیرها تلاش برای بهتر کردن شرایط زندگی است. خدا خواهد ورزشکاران ما بعد 2 و یا 3 محاربه سرپرست پیدا کرده و به سبقت‌های بزرگ راه می‌یابند و وضع مادی خود را بهتر میکنند. پس از این آنها دیگر وابسته معاش کمی روسیه نمیشوند. در این سبقت یک بار 3 ورزشکار کلوب بارلس تیم مدال طلا را به دست آوردند. این پیروزی مرا پیش از همه خدا خواست. همین برادرم سبب شد که من به کلوب آمدم. در رقابت اساسی مسابقه که بین ورزشکار ازبک و قرقیز صورت گرفت، حسن‌الدین شیرمتوی 22 ساله غالب آمد. این غلبه خود را به وطنم و به پرزیدنتمون شوکت میرزیوف میبخشم. من به پدر و مادرم برای تربیت و همچنین به مربیم تشکر میگویم.